امروز در کابل مردم زیاده بر ضد نشر کاریکاتورای پیغمبر دین اسلام در مجله هجوی فرانسوی شارلی ابدو راهپیمایی نمودند. گردهمایی‌های اعتراضی در کشورهای مختلف اسلامی چند روز این جانب ادامه دارند. 7 ینور سلاح به دستان اسلامی بالای اداره مجله شارلی ابدو در شهر پاریژ حمله کرده 12 نفر را به قتل رساندند. در شماره بعدی این نشریه کاریکاتورای پیغمبر دین اسلام در صفحه اول جای داده شد. اعتراض بر ضد نشر کاریکاتورای پیغمبر دین اسلام در مجله شارلی ابدو در شهر پشاور پاکستان هم دایر شد. راهپیمایی را حزب‌های دینی در مرکز ولایت خیبر پختونخوا تشکیل کرده بودند. در ولایت خیبر پختونخوا پاکستان استراتژی نوی مبارزه با بیماری پولیو معرفی شد. بر پایه این برنامه معرکه امگذرانی از طرف حکومت‌های محلی و فدرالی در سراسر منطقه‌های زیر نظارت قبیله‌ها همزمان دایر خواهد شد. صرف نظر از امگذرانی، سال گذشته اکثراً در مناطق قبیله‌های پاکستان تخمیناً 300 حادثه سرایت پولیو به قید گرفته شد. دانشکده اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که سال گذشته 382 طالب علم گیمنازیای زیر نظارتش را اخراج کرده است. معاون رئیس دانشکده اسلامی گفت محصلین برای اشتراک سست در درس‌ها، دانش پست و مطابقت نکردن با آیین‌نامه دانشکده برکنار شدند. این منصبدار همچنان خاطر نشان کرد که سال گذشته وزارت معارف به آنها مشورت داده بود که شماره دانشجویان گیمنازیا را کاهش دهند، زیرا تعداد طالب علمان از جای نشست دیده بیشتر است.